در زمانهای خیلی قدیم شاهی بود، خیلی هم نادان و جاهل و ظالم. باره خدمتگاری پیر به شاه از کوزه شربت دادنی شد و دستش لرزید و یک قطره شربت به جامه گرانبهای شاه ریخت. شاه جاهل خشمگین شد و فرمان داد که این خدمتگار پیر و همه پیران سالانی از 60 سال بالا را قتل کنند. بعد از 1 سال شاه نادان به آینه نگریست و خودش به خودش گفت: من همه پیرانی از 60 سال بالا را کشتم و با نزدیک خودم 60 ساله می شوم. چی باید کرد؟ باید یگان علاج کرده جوان مانم. در بین خلق نقل می کردند که در کجای آب حیات نام آبی هست که هر کسی از این آب نوشد 1000 سال عمر می بیند و همیشه جوان و سالم می ماند. شاه به عسکرانش فرمان داد که به جستجوی آب حیات می برایند. در میان عسکران این شاه احمد نام جوانی بود. او پدر پیر خود را خیلی دوست می داشت و بی مصلحت او کاری را انجام نمی داد. از ترس جلادان شاه او پدرش را 1 سال پیش در خانه پنهان کرده بود. با کسی در این باره حرفی نمی گفت. احمد از پی سپارش شاه به راه برآمدنی شده به نزد پدر برای خداحافظی آمد. اما پدر پیرش از او خواهش کرد: مرا با خود بگیر پسرم، من سال خورده هستم و بسیار چیزها را می دانم، با تو در کار می شوم. احمد پدر پیر را به عرابه بالا پوشیده شیناند و خود سوار اسب به راه درآمد. عسکران شاه می رفتند و می رفتند. پس از 10 روز از پیش راه عسکران دریای چقور سیرابی برآمد. شاه به دریا نگاه کرد و دید که در قعر دریا کوزه زرینی حاتمکاری می خوابد. بسیار می خواست شاه که این کوزه را صاحبی کند. شاهی چشم گرسنه بسکرانش رو ورد و گفت: کسی که این کوزه را گرفته به من می آرد مکافات می گیرد. کسی که از فرمان سرکشی می کند سرش را از تنش جدا می کنم. عسکران شاه ناعلاج یکی از پس دیگری به دریا می در آمدند و موجهای بزرگی آب آنها را به کام خود می کشید. عسکران بیهوده هلاک می شدند، اما شاه از فکرش نمی گشت. وقتی که نوبت به احمد رسید، او با پدر خیر و خوش کردنی شده به نزد او آمد. احمد به پدرش تمام واقعه را نقل کرد. محمود پیر گفت: پسرم، دریا خیلی چقر و بزرگ است و سیراب کوزه را در قعر آن دیدن ناممکن است. شاید در لب دریا درختی هست
وان کوزه در شاخ درخت است و آنچه که شما میبینید عکس کوزه در آب است. احمد به لب دریا آمد و دید که واقعا هم در ساحل دریا درختی بزرگ و بلندی هست. احمد زود به شاخ درخت برآمده در شاخه بلندترین آن کوزه زر را یافت و آن را به پایان فراورد و عکس کوزه هم از دریا غیب شد. احمد کوزه را به شاه داد و فکر کرد که شاه اکنون او را مکافاتی می دهد. اما شاه جاهل به سر او داد زد: من تو را گفتم که کوزه را از دریا بگیر، اما تو از فرمان من سرپیچی کردی، از بالای درخت گرفتی و از مکافات محروم شدی. عسکران شاه راهشان را ادامه دادند. از پیششان بیابانی بی آب و علفی می گذشت. 10 روز راه گشتند. احوال عسکران از تشنگی بد می شد. اسبها از گرما و گرسنگی جان می دادند. این احوال را احمد به پدرش عرض کرد. شاه بی عقل آدمان را نابود می کند پدر. پیرمرد از عرابه به بیرون می گریست و گفت: در پس آن تپه ها ینتاق نام گیاه می روید. پگاه به آنجا برو. با این گیاه زنبوری را می بینی که در گلهایش نشسته است. وقتی که این زنبور می پرد از پس او برو، او تو را به آب می رساند. احمد صبح بر وقت کلندی را گرفت و به آن سوی تپه ها رفت. ینتاق را یافت، زنبور را دید. از پس زنبورک دوید و به جای رسید که کولمک آبی بود و در اطراف این کولمک علفها سبز و خرم بودند. احمد با کلندش کولمک را کلانتر کرد و آب زیادی از آنجا فواره زده برآمد. احمد عسکران را به اینجا دعوت کرد. عسکران و اسبهایشان شکم سیری آب می نوشیدند و خیلی شاد شدند. تنها شاه جاهل ناراضی بود. تو چرا به اجازت من خودسرانه رفتار میکنی؟ مگر من تو را گفتم که اینجا را کب میخواهی نشان دهی که تو از من دیده با عقل تری؟ گفت او به احمد. عسکران راهشان را ادامه دادند و نهایت به دامنه کوه رسیدند که کوه کبود نام داشت. در همین جا باید غاری باشد و در این غار راه به زیر زمین و در زیر زمین آب حیات. شاهی بخیل و بیعقل فرمان داد: کوزه را گیرید و 3 قطره آب بیارید تنها برای من. کسی که یافت و فرمان را اجرا کرد مکافات میگیرد. دیگران کسی که نیافت سرش را از تنش جدا میکنم. عسکران یکی از پس دیگری به غار می در آمدند و ناپدید می شدند. نوبت احمد هم رسید. احمد با پدر خیر و خوشکنی آمد و از او مصلحت پرسید.
محمود پیر به پسرش گفت: یک اسب تایچه دار را جدا کردگی رو، بچه اسب را در درآمدگاه غار بند و خودت به اسب سوار شده برو. با خودت 2 قورباغه را بگیر. در داخل غار 2 چشمه یک خیله می براید. قورباغه ها را کشته به چشمه ها انداز. کدام قورباغه‌ای که زنده شود آن چشمه آب حیات است. ولی پسرم خودت فکر کن که برای شاه آب چشمه حیات را میاری و یا آب چشمه عادی را؟ مگر تو میخواهی که چنین شاه بی عقل و بی خرد 1000 سال دیگر فرمان روای شما باشد؟ احمد 2 قورباغه را یافت و به کیسه‌اش گذاشت. اسبی را که با تایچه‌اش میگشت گرفت و تایچه را در درآمدگاه غار میخکوب کرد و به اسب سوار شد و به غار رفت. خیلی راه رفت احمد. غار تاریک و نمناک و واهمانگیز. در قعر غار احمد 2 چشمه یک خیله آب را یافت. زود قورباغه ها را کشت و به هر کدام چشمه ها 1 تاگ قورباغه را پرتافت. در چشمه دوم قورباغه زنده شد و به سرودخانه در آمد. احمد دانست که این آب حیات است. احمد تبسم کرد و از چشمه‌ای که در آن قورباغه مرده می خوابید آب گرفت و به اسبش سوار شد و به سوی درآمدگاه شتافت. غار روشن شد و از هر طرف غار یک در پدید آمد. احمد حیران شد راه برآمد کجا باشد. همین وقت اسب آواز تایچه‌اش را شنید. اکنون اسب راه را خودش می یافت. او به سوی آواز تایچه‌اش می شتافت. همین طریق احمد و اسب راه را یافتند و به بیرون آمدند. شاه آب را گرفته خیلی خرسند شد. زود از دست احمد کوزه را ربود و همه آب را خودش نوشید. در دامنه همان کوه شاه ضیافت آراست. شراب و کباب بی مرحبا بود. محمود پیر به احمد گفت: پسرم، از بیرون شمال سرد میوزد. عسکران را باید از اینجا به بالاتری کوه براری، زیرا در دامنه کوه آبخیزی می شود، سیل می آید. احمد زود به نزد شاه آمد. شاه اعظم، در این وادی شب گذرانی خوف دارد. شمال سرد سیرون از آبخیزی خبر می دهد. بیایید به طور کوه برآمده خیمه زنیم. شاهی بی عقل گفت: من آب حیات را نوشیدم، از چیزی و کسی نمی ترسم. شما بی عقل ها ترسوها باشید. می ترسید. اگر ترسید روید خیمه زنید او در تاریک کوه، من در همین جا. وزیران مست شاه با او ماندند. احمد همه عسکران را خبردار کرد و آنها به قله های بلند کوه برآمده خیمه زدند. دیری نگذشته باران بارید.
آبخیزی کلانی شد و سیل آب شاه و وزیران مستش را غرق کرد. باران آرام شد. عسکران شاه این حادثه را دیده شاد شدند که از شاه بیعقل و ظالم خلاص شدند و جانشان نیز در امان ماند. آنها به احمد رحمت می گفتند. احمد باشد پدری پیرش محمود را از عراوه بیرون آورد و گفت با من نه، با پدری پیرم رحمت بگویید، زیرا شما را هم در حادثه کوزه و هم در حادثه آب تنها مصلحت های او نجات دادند. افسران شاه محمود دانا و خردمند را پیشوای خود انتخاب کردند و شاد و خوشحال به وطن برگشتند.